کوهنوردی حتما واژه ارتفاع رو شنیدیم. اصلا ارتفاع یعنی چی؟ بیایید راجعش صحبت بکنیم. از نظر پزشکی ارتفاع به 3 دسته تقسیم میشه. ارتفاع بین 1500 متر تا 3500 متر از نظر پزشکی بهش های آلتیتود یا ارتفاع بلند گفته میشه. اگه بدنتون به زندگی تو این ارتفاع عادت نداشته باشه و وارد این ارتفاع بشید، ممکنه دچار بیماری حاد کوهستان بشید یا AMS که علائمش سردرد، خواب‌آلودگی، خستگی و تهوعه. اما بعد از چند ساعت تا چند روز معمولاً این علائم از بین میره و به اصطلاح بدن شما هم هوا میشه. از ارتفاع 3500 متر تا 5500 متر از نظر پزشکی بهش very high altitude یا ارتفاع خیلی بلند گفته میشه. بیس کمپ اورست تو این بازه است. بسیاری از قله‌های ایران تو این بازه قرار میگیرن. تو این ارتفاع شما باید پروسه همهوایی انجام بدید. اگه انجام ندید شما میتونید از فاز بیماری حاد کوهستان وارد ادم مغزی یا ادم ریوی بشید که اون دوتا فاز خطرناک و مرگباری هستن. از ارتفاع 5500 متر به بالا هر چیزی که وجود داره از نظر پزشکی بهش extremely high altitude یا ارتفاعی به شدت بالا گفته میشه. شما برای رفتن به این ارتفاعات حتما و باید پروسه همهوایی رو داشته باشید. تو این ارتفاع که قله دماوند وجود داره، قله کلیمانجارو وجود داره، شما اگه همهوایی نداشته باشید به راحتی وارد فاز ادم مغزی و ادم ریوی میشید و میتونه براتون مرگبار باشه. در آینده بیشتر راجع به همهوایی صحبت میکنیم و سیکل‌های همهوایی به ویژه در مورد دماوند و قله‌های زیر 6000 متر که طرفدار بیشتری دارن و در دسترس ترن صحبت میکنیم و راجع بهشون بحث میکنیم.